مهمون برام میاد بازار نمیرم، میرم مزرعه. ظهر مهمونا میرسن، بریم یه خورده چیز میز بچینیم. اول هندونه بچینیم. نه این نه. ماشاءالله. به به. این یکی رو ببین به شرط چاقو. به به. وای خدایا شکر. خربزه هام رسیدن. خوردن میوه تو باغ یه مزه دیگه داره. مهمونامون به عشق املت گوجه های محلیمون دارن میان. اگه گفتی نوبت چیه؟ عجب بلالیه. اینم برای میرزا قاسمی مشتی گیلانی. دلمه های رنگیمو دیدین؟ خدا بده برکت. من چیدنیام تموم شد، برسونم سری بذارم تو یخچال که خنک شن.